تاریخچه شکل‌گیری کتاب خیلی شگفت‌انگیز و شنیدنیه و جالبه که بدونید اولین کسایی که شروع به نوشتن کردن سومری ها بودن. اونا نوشته هاشون رو با قلم و چکش روی لوح‌های سنگین گلی می نوشتن. 700 سال بعد از اونا مصری‌ها موفق شدن از گیاه پاپیروس صفحاتی درست کنن و این صفحات رو جایگزین لوح‌های سنگین گلی کنن. و پاپیروس ها به شکل تومار بودن و درازای هر تومار هم به چندین متر می رسید. مصری ها با قلم و مرکب روی پاپیروس ها می نوشتن. اما توی قرن دوم تا پنجم میلادی انقلاب کودکس رخ داد. صفحات پوست و پاپیروس در ابعاد کوچکتر تا شدند و از یک محل به هم دوخته شدند و به این ترتیب برای اولین بار امکان ورق زدن در جهان شکل گرفت. بعد از اون در قرون وسطی راهبان شروع کردن به دست‌نویس کردن کتاب‌ها روی کاغذ و به این ترتیب نسخه‌های خطی به وجود اومدن. اما در قرن 15 میلادی گوتنبرگ آلمانی با اختراع خودش انقلابی به پا کرد. اون موفق شد که ماشین چاپ رو اختراع کنه و همین اختراع باعث افزایش چشمگیر تولید کتاب و کاهش هزینه‌ها شد و در قرن 21 هم کتاب‌ها شکل‌های جدیدی به خودشون گرفتن و امروزه به صورت صوتی، الکترونیکی و چاپی دارن توی کتاب فروشی‌ها عرضه میشن.